گفتم برم ببینم این آرامگاه کوروش که همیشه ازش میگن واقعا چیه؟ یه سنگ یا یه یاد؟ اینجا سکوت از هر واژه‌ای بلندتره. انگار خود زمین نفس کوروش رو در دلش نگه داشته. پادشاهی که گفت آزادی حق همه انسان هاست، نه با شمشیر بلکه با خرد حکومت کرد. قرنها گذشت، امپراتوری ها برخاستند و فرو ریختند، اما این سنگ هنوز ایستاده است. اون لحظه فهمیدم تاریخ فقط تو کتابا نیست، گاهی درست روبروت ایستاده. ای انسان، منم کوروش پادشاه پارس. از اینکه آرامگاهم را مینگری اندوه مدار. اگر این داستان به دلت نشست، با لایک و سابسکرایب کمک کن صدای تاریخ ایران در جهان شنیده بشه.